عیسی به سوی اورشلیم روانه بود و در شهر و دهه ها گشته مردم را تعلیم می داد. شخصی از او پرسید: خواجه‌ام، نخواد که شماره کمی آدمان نجات یابند؟ عیسی به مردم گفت: کوشش و غیرت کنید تا از دری تنگ درآیید، زیرا به شما میگویم که بسیار کسان کوشش میکنند که از آن در درآیند ولی در آمده نمیتوانند. وقتی که صاحب خانه خسته در را محکم میکند، شما در بیرون میمانید و در را کوفته میگویید: خواجه، در را برایمان گشایید. ولی او به شما جواب میدهد: من نمیدانم شما از کجا هستید. آن وقت شما میگویید: ما همراه تو میخوردیم و مینوشیدیم، تو در کوچه های ما مردم را تعلیم میدادی. ولی او به شما جواب خواهد داد: من نمیدانم شما از کجا هستید. دور شوید از من ای همه بدکاران. وقتی که شما در پادشاهی خدا ابراهیم، اسحاق، یعقوب و همه پیغمبران را میبینید و خودتان از آنجا رانده میشوید، از درد دندان به دندان زده گریه میکنید. مردم از هر گوشه و کنار دنیا آمده در پادشاهی خدا سر یک دسترخوان می نشینند و بعضی از آنهایی که حالا آخرین هستند اولین می شوند و آنهایی که اولین هستند آخران می شوند. همین وقت چند نفر از فریسیان به نزد عیسی آمده گفتند: از اینجا برآمده رو، چون که حاکم هرودس می خواهد تو را کشد. عیسی به آنها گفت: رفته به آن روباه گویید که من امروز و پگاه جنها را بیرون کرده مردم را شفا می دهم و روز سیوم کارم را تمام می کنم. ولی من باید امروز، پگاه و هم بعد از پگاه راهم را دوام دهم، زیرا این خیل شدنش ممکن نیست که پیغمبر بیرون از اورشلیم کشته شود. ای اورشلیم، اورشلیم، پیغمبران را میکشی و آنهایی را که خدا به نزدت میفرستد سنگسار میکنی. من بارها آرزو داشتم مثل مرغی که چوجه هایش را زیر بالهایش جمع می کند ساکنانت را در گرد خود جمع آورم، ولی تو راه ندادی. پس حالا خانه‌ات خالی و بی صاحب می ماند. به شما می گویم که تا برکت یابد کسی که به نام خداوند می آید نگویید مرا نخواهید دید.